من شما رو دعوت میکنم به شنیدن صدای این هنرمند عزیز سهراب سپهری، کسی که با صداش و اشعارش برای هممون خاطره ساخته. و دیگه کمتر صدا نداشته. وه چه بی رنگ و بی نشان که منم، کی ببینم مرا چنان که منم. گفتی اسرار در میان آور، کو میان اندر این میان که منم. کی شود این روان من ساکن، این چنین ساکن روان که منم. بحر من غرقه گشت هم در خویش، بوالعجب بحر بیکران که منم. این جهان وان جهان مرا مطلب، کین دو گم شد در آن جهان که منم. فارغ از سودم و زیان چو عدم، طرفه بی سود و بی زیان که منم. گفتم ای جان تو عین مایی، گفت عین چه بود در این عیان که منم. گفتم آنی، بگفت های خموش، در زبان نامده است آن که منم. گفتم من در زبان چو در نامد، اینت گویای بی زبان که منم. می شدم در فنا چو مه بی پا، اینت بی پای پادوان که منم. بانگ آمد چه می دوی، بنگر در چنین ظاهر نهان که منم. شمس تبریز را چو دیدم من، نادر بحر و گنج و کان که منم.
وه چه بی رنگ و بی نشان که منم، کی ببینم مرا چنان که منم. گفتی اسرار در میان آور، کو میان اندر این میان که منم. کی شود این روان من ساکن، این چنین ساکن روان که منم. بحر من غرقه گشت هم در خویش، بوالعجب بحر بیکران که منم. این جهان وان جهان مرا مطلب، کین دو گم شد در آن جهان که منم. فارغ از سودم و زیان چو عدم، طرفه بی سود و بی زیان که منم. گفتم ای جان تو عین مایی، گفت عین چه بود در این عیان که منم. گفتم آنی، بگفت های خموش، در زبان نامده است آن که منم. گفتم اندر زبان چو در نامد، اینت گویای بی زبان که منم. می شدم در فنا چو مه بی پا، اینت بی پای پادوان که منم. بانگ آمد چه می دوی، بنگر در چنین ظاهر نهان که منم. شمس تبریز را چو دیدم من، نادر بحر و گنج و کان که منم. خب دوستان خیلی خوش اومدید. این قطعی که شنیدیم اشعار زیبای مولانا بود با صدای مرحوم سهراب سپهری. امیدوارم که به عنوان مدخل و ورود ما به اولین برنامه زنده رادیویی ایرانیان مقیم عمان براتون جذاب بوده باشه. من یک توضیح دیگه بدم. من ابتداً شروع کردم با نام و یاد خدا برای دوستانی که تازه به جمعمون پیوستن و ازشون سپاسگزارم و امیدوارم که همیشه خوب و خوش و سلامت باشید. من تمام تلاشم این هستش که اگر مقدور باشه و ممکن باشه و امکانات فنی و زمان اجازه بده بتونیم هر شب این برنامه رو با هم داشته باشیم و موضوعات مختلفی رو با هم مرور کنیم و بشنویم از هم دیگه. و دوست دارم که شما اگر مایل هستید موضوعی مد نظرتون هست و میخواید که توی این برنامه به طور زنده پخش بشه و دوستان بشنون و با مخصوصا اون دوستانی که نظری دارن، موضوعی دارن که به زندگی در عمان مربوطه و میخوان که دیگران هم در اطلاعاتش در اختیارشون قرار بگیره و استفاده بکنن، حتما لطف کنن و با ما در ارتباط باشن. ما میتونیم که ازشون درخواست کنیم که تشریف بیارن و چه خوب که اگر ما و شما با هم گفتگو کنیم و مسائل و موضوعاتمون رو مطرح کنیم. خیلی مسائل در عمان هست که میشه درباره‌اش صحبت کرد. ما هدفمون این هست در این یک ساعت برنامه‌ای که به طور آزمایشی برای رادیوی صدای ایرانیان عمان در نظر گرفتیم به اونها بپردازیم، موسیقی گوش کنیم
شعرخوانی داشته باشیم و مسائل روز، مسائلی که در عمان ایرانیان باش در ارتباط هستند و درگیر هستند، اونها رو هم مطرح کنیم. ما فاز اولمون هست، روز اول و اولین اجرامون هست و دوستانی که الان دارن ما رو لایو میبینن افتخار دادن و ما خوشحالیم که میشنویم و میبینیم که دوستان میان توی رادیو شرکت میکنن، میشنون. دوست داریم که بیشتر صدای شما پخش بشه. من خیلی صدای جذابی ندارم، شما قطعا بهتر از من هستید و خواهشی که دارم حتما مشارکت کنید تا بتونیم یه برنامه خوبی رو داشته باشیم. اولین چیزی که یکی از دوستان فرستاده گفته نونوای سنگک توی عمان کجاست؟ تو مسقط دنبال نونوای سنگک می‌گشتم. یاس مارکت، اگر دوستانی که سمت منطقه الخوض تشریف دارن اونها بهتر میشناسن، یاس مارکت هست. ما مارکت ها رو هم معرفی میکنیم، اگر تو این چیزایی که نیاز دارید که جاشون بدونید هم اطلاعاتی مورد نیازتون هست حتما مطرح کنید. اونایی که ما بدونیم کجاست حتما ازتون درخواست بدونیم که حتما براتون اطلاعات رو در اختیارتون میذاریم. ممکنه جایی باشه که ما ندونیم کجاست و قطعا باز دوستان دیگه میدونن، اطلاعاتی دارن، رستوران ها، مراکز خرید، حتی اگر کالایی مد نظرتونه که نمیدونید کجا پیداش بکنید، شاید یکی از ایرانیان بدونه و بتونه اینجوری به هموطنش کمک بکنه. ما قطعا استقبال میکنیم و صداتون رو پخش میکنیم اگر مایل بودید، اگر نه اطلاعاتی که میدید رو به طور مستقیم در اختیار دیگه شنونده ها میذاریم و خوشحال میشیم که یک رابط و واسطی باشیم توی این قضیه. یکی از دوستان پرسیدن که توی این زمینه نونوای سنگک توی مسقط کجاست. قبلا 2 تا بود، حالا یکیش که جمع شد، ولی اونی که الان هست و خودش هم نونش خوبه و من خودم از اونجایی که خرید کردم، خانواده از اونجا خرید میکنم. یاس مارکت اگر تشریف ببرید در منطقه الخوض در مسقط به سمت غرب مسقط تشریف ببرید، بعد از منطقه مواله سر 4 مواله به سمت چپ که برید میرسید به یاس مارکت در الخوض. اونجا هست، اونجا داخل خود یاس مارکت هم یه فروشگاه تقریبا محصولات ایرانی همه رو داره. اونجا میتونید تهیه بکنید، نون سنگک خوبی دارن، شیرینی خوبی دارن، تبلیغ هم کردیم براشون، حالا مجانی تبلیغ کردیم، اشکالی هم نداره. اونا هم هموطنمونن، دارن کار میکنن و امیدواریم که اینها هم کسب و کارشون بچرخه و موفق باشن. دیگه دوستان چی پیام دادن؟ خب ایشون تشکر کردن، ممنونیم. جناب آقای خیاط خیلی خوشحالم از اینکه میشنوید، در خدمت شما هستم. امیدوارم که همیشه سلامت باشید. ما چند تا موضوع رو اینجا لیست کردیم، گفتیم قرار درباره اینا صحبت بکنیم. گفتیم که موسیقی درخواستی، اگر موسیقی درخواستی هم دارید بفرستید روی چشم، من پیدا میکنم، آرشیومون خوبه، میتونید موسیقی درخواستیتون هم پخش کنیم. و ما هر روز یک شعرمون رو که انجام دادیم از سهراب سپهری عزیز، شعر مولانا رو دکلمه کرد و براتون پخش کردیم. امیدواریم که لذت برده باشید. ما 20 دقیقه از برنامه‌مون گذشته. من دوست دارم یه موسیقی درخواستی، یه موسیقی بی کلام بذاریم. من 2-3 تا مطلب خوب پیدا کنم که تقدیمتون بکنم، بریم یه موسیقی بی کلام بشنویم، بعد اونجا باز بعدش با هم بیشتر درباره عمان، درباره شهر مسقط و درباره مسائلی که شما شاید دوست داشته باشید صحبت کنیم. بشنویم یک موسیقی بی کلام.
بسیار خوب، یک موسیقی کلام رو شنیدیم. دوستان درباره آموزش زبان عربی در مسقط هم سوالاتی داشتن و من یکی از دغدغه‌های همه ایرانی‌ها در عمان اینه که بتونن ارتباط خوبی رو با عمانی‌ها برقرار کنن و توی این ارتباط بتونن که برنامه‌های کاری و ادامه زندگیشون رو به زبان عربی بتونن پیگیری بکنن. حالا ارتباطات تجاری هست، ارتباطات با بازار هست، با مردم هست و این خیلی مهمه. آموزش زبان عربی اینقدر مهم بود که اصلا ما کانالی که برای ارتباط با مشتریانمون، با دوستانمون در عمان و کسانی که با هم ارتباط میگیریم و آشنا میشیم، کانال ارتباطیمون رو اصلا بر مبنای آموزش زبان عربی قرار دادیم و دوستان خودشون میدونن که ما همونجور که در کانال هم دیدید ما 100 ساعت آموزش زبان عربی رو از یک منبع معتبر که همون مرکز آموزش زبان نصرت هست و به نظرم یکی از استانداردترین و میشه گفت نزدیکترین آموزش های زبان عربی به لهجه عمانی هست، همین محصولی هست که مؤسسه محترم نصرت برای آموزش عربی تهیه کرده و در اختیار عموم قرار داده و ما همون رو بدون دخل و تصرف در کانال هم قرار دادیم و امیدواریم که مورد استفاده دوستانم قرار بگیره و ارتباط با عمانی ها به زبان عربی یک نزدیکی و قرابتی رو ایجاد میکنه و کمک میکنه که شما بتونید به برنامه‌های کاریتون، به برنامه‌های اجتماعیتون، ارتباطاتتون یک رنگ و لعاب بهتری بدید و بتونید خیلی نیتیو، خیلی نزدیکی به فرهنگ عمانی ها در اعراب عمانی که در عمان هستن بتونید خیلی نزدیک باشید و به راحتی مشکلات و مسائلتون رو مطرح کنید و نتیجه مورد نظرتون رو بگید. بسیار عالی. بعد چه پیشنهادی؟ خیلی ممنونم خانم مهندس فرمودن که برنامه بسازم. بعد چه عالی. یکی از دوستان خیلی خوب ما که محبت میکنن و تو خیلی پروژه با هم در حال همکاری هستیم پیشنهاد دادن که بتونن برنامه بسازن. من شدیداً استقبال میکنم و امیدوارم که یک بابی بشه که بتونیم ما این فضا رو فراهم کردیم، پهنای سیستم تشکیلات و آماده است و دنیای مجازی هم این فرصت رو به همه ما میده که بتونیم محصولاتی که تولید میکنیم، اون محتوایی که تولید میکنیم رو بدون نیاز به مراجعه حضوری و اون کانتکت حضوری بتونیم به صورت آنلاین به اشتراک بذاریم و اونها رو در اختیار دیگران هم بذاریم. من به شدت پیشنهاد میکنم، از تیم خوب پارادایز تشکر میکنم که همچین پیشنهاد رو دادن. حتما در خدمت شما هستیم. اگر افتخار بدید و محتوایی رو تولید کنید که عرض به حضور شما که مورد نیاز و مورد نظر دوستان باشه، قطعا از شما از این طرحتون استقبال میکنم. جناب حبیبی فرمودن که برای مجرد چند است و قیمت فرمودن که برای مجرد در عمان چقدر هزینه است و قیمتشو به دلار بگو. آقای عبدالجبار خیلی ممنونم که به کانال توجه کردید و تشریف آوردید. حتما ببینید، حالا ما اینجا قصدمون کار تجاری خیلی نبود، بس کار فرهنگی هست ولی خب چون این اطلاعات هم جزو اطلاعات مهمی هست، آقای عبدالجبار حتما به روی چشمم این اطلاعات رو حتما در اختیارتون قرار میدم. فقط یه توضیح بدم، ما هدفمون خیلی تجاری نیست تو این برنامه رادیوییمون، ولی
چون سوال کردید حتما خدمت شما عرض میکنم که هم راهنمایی باشه و هم بتونید که از این اطلاعات انشالله استفاده بکنید. ببینید ما برای اینکه یک نفر در عمان بیاد اقامت بگیره و برای خودش مشغول کار بشه دو حالت بیشتر نداریم. یعنی اینکه بخواد بله میگم میتونیم ویزا بگیریم، بله میتونیم براتون ویزا بگیریم، هیچ مشکلی هم نداره. من یه توضیح بدم خدمت شما. ببینید برای حضور در عمان شما باید دارای ویزایی باشید. ویزاتون هم باید کاری باشه تا بتونید کار کنید، یا ویزای وابستگی خانوادگی باشه که بتونید اینجا حضور داشته باشید و ادامه زندگی بدید. برای ویزای خانوادگی که تکلیف تقریبا معلومه، کسی که ویزای کار داره میتونه خانواده‌اش رو تقریبا قیمت هزینه‌ای نداره، اما هزینه مدیکال یا هزینه مختصری میتونه خانواده‌اش رو بیاره. ولی کسی که میخواد ویزای کار بگیره به دو حالت میتونه این کارو بکنه. یا باید یک کارفرمای عمانی داشته باشه که اون براش ویزا رو تهیه کنه و با اون ویزا وارد عمان بشه که اختیار طول مدت ویزا، اختیار حقوق، اختیار ماندن در عمان یا نماندن در اختیار کارفرمای عمانی هست و تسلط کامل داره. این خیلی نکته مهمی هست. حالت دومی که شما میتونید در عمان وارد بشید و ویزای کار بگیرید و اینجا مشغول کار بشید، اجازه کار داشته باشید، اقامتتون درست باشه و بدون مشکل افتتاح حساب بانکی بکنید و به راحتی زندگی بکنید، این هست که شما بیاید و از طریق ویزای سرمایه‌گذاری، حالا اسمش سرمایه‌گذاری ولی در اصل شما میخواید اون شغل و اون کاری که میخواید انجام بدید رو به عنوان اون کار و شغلی که میخواید انجام بدید رو به عنوان موضوع فعالیت شغلیتون به دولت عمان اعلام میکنید و به عنوان سرمایه‌گذار دولت عمان شما رو میپذیره. عمان میگه آجو شما به عنوان سرمایه‌گذار هستید، پس شما میتونید به استناد همین اسناد مدارکی که براتون تهیه میشه، طرح توجیهی بله شدنی هست، میتونید ویزا بگیرید. بله شدنی هست. بله فکر کنم ایشون قطع شده، نمیبینه من دارم توضیح میدم. بله دقیقاً شما میتونید از طریق ویزای سرمایه‌گذاری، یعنی شما برای خودتون یک ویزا از طریق خویش فرما، یعنی شما خودتون کارفرمای خودتون میشید و ویزا رو دریافت میکنید و کاملا امکان پذیر. از جهت روش کار اینه که شما باید مدارکی که مورد نیاز هست برای ما ارسال بکنید. اون مدارک رو ما براتون درخواست میدیم که عرض به حضور شما که درخواست ویزای سرمایه‌گذاری براتون میدیم و با اون ویزای سرمایه‌گذاریتون تایید میشه. از جهت هزینه که پرسیدید، از 0 تا 100، یعنی از لحظه که مدارک بدید تا لحظه که کارت اقامت، ویزای 2 ساله و کارت بانکیتون به دستتون برسه، مجموعاً 850 تا 900 ریال عمان که معادل 2200 حداقل 2200 دلار امریکاست هزینه داره. یعنی شما با پرداخت این مبلغ 2200 دلار یا همون 850 ریال عمان میتونید که ویزای 2 ساله و اقامت عمان رو بگیرید. و این رو جهت اطلاع این دوستمون آقای عبدالجبار حبیبی عرض کردم. حالا دوستان دیگه هم اگر توی زمینه سوالی داشتن حتما در خدمت شما هستم و قطعا سعی می‌کنم که راهنمایی کنم. وقتی که اینجا در عمان تشریف، دوستان اگه سوال دیگه هم دارن بپرسن، من برمیگردم به موضوع آموزش زبان و اهمیتش در عمان. ببینید در عمان وقتی که تشریف میارید، اگر بتونید به زبان عربی صحبت بکنید، بخش عمده‌ای از نیازها و خواسته‌های شما با سرعت بیشتری انجام میشه. مردم عمان مردم مهمان نواز و دارای یک فرهنگ خوبی هستند و با غریبه ها و با به قول خودشون اجانب ارتباط خوبی برقرار کردن. شما ببینید دیگه 5 میلیون تقریبا جمعیت عمان هست، نیمی از این جمعیت مهاجر و کسایی هستن که از کشور دیگه وارد کشور شدن، نیمی از جمعیتشون رو مهاجرین تشکیل دادن و به شدت اعتماد دارن به ویژه به ایرانی ها رو خیلی دوست دارن. یک نزدیکی خیلی خوبی بین کشور ایران و عمان وجود داره و این باعث شده که توی کسب و کار، توی ارتباطات اجتماعی به شدت ایرانی ها رو میپذیرن و این خودش یک نکته خیلی خوبی هست. پس من پیشنهادم اینه که حتما در جهت آموزش یادگیری زبان عربی تلاش کنید، خیلی به نفعتونه. زبان انگلیسی زبان خوبیه
من خودم هم انگلیسی با اینا صحبت میکنم، ولی وقتی که باشون عربی صحبت میکنیم خیلی کمک میکنه و خیلی احساس نزدیکی میکنن و جاهای خیلی مهم ممکنه که نیاز داشته باشید که شما به زبان عربی صحبت کنید و اونجا میتونه کمکتون بکنه. این نکته بود که دوست داشتم که شما رو هم در جریان بذارم و این عرض کردم اینقدر موضوع زبان عربی مهمه که ما کانالمون رو، راه ارتباطیمون رو با دوستانمون از طریق همین کانال زبان عربی شروع کردیم و اولویت و مبناش رو گذاشتیم بر آموزش زبان عربی. فهمیدن که برای مکزیک یا برزیل میتونیم ویزا بگیریم. بله، بعد از ببینید برای مکزیک یا برزیل یا کشورهای آمریکای جنوبی بله امکان پذیره، از اینجا میشه اقدام کرد. البته نکته خیلی مهم، برزیل و مکزیک که مطمئنم در عمان سفارت نداره ولی امکان پذیره، میشه از اینجا اقدام کرد. ولی لازمش اینه که شما در عمان حداقل، این نکته خیلی مهمیه، 3 ماه تا 6 ماه اقامت داشته باشید، کارت اقامت، حساب بانکیتون، اینها خیلی مهمه. اینها باید یه سری اقدامات روش انجام بشه. ما بهتون کمک میکنیم که بتونید این الزامات رو رعایت کنید تا بتونید که برای مکزیک یا برزیل یا کشورهای آمریکای جنوبی اقدام بکنید. این نکته سوال خیلی خوب بود که دوستمون آقای عبدالجبار پرسیدن. بله، اگر مایل هستید که به سمت کشورهای آمریکای جنوبی حتی خود امریکا برید، کانادا تصمیم دارید برید، عمان مبدأ خوبیه و اینجا میتونید مدارکتون رو به راحتی تکمیل کنید و برای اون کشورهایی که مد نظرتون هست تشریف ببرید میتونید اینجا شرایط رو فراهم بکنید. خیلی خوب، این نکته هایی بود که حالا به ذهنم رسید. من خیلی پرحرفی نکنم، دوست دارم که یک تیکه دیگه، یک قسمت دیگه از اون شعرخوانیمون رو براتون اجرا بکنم که باز هم سهراب سپهری عزیز یه شعر دیگه ای از مولانای عزیز بخونن و هممون کیف کنیم. منم کمتر بشنوید، یکم چیز خوب بشنوید. آره، در این حد شما رو دعوت میکنم به شنیدن صدای زیبا و قشنگ بشنوید. سهراب سپهری. آره، اشعار در این حد به شنیدن صدای زیبا و قشنگ بشنوید. سهراب سپهری. آره، اشعار در این حد چه بی رنگ و بی نشان که منم، کی ببینم مرا چنان که منم. گفتی اسرار در میان آور، کو میان اندر این میان که منم. کی شود این روان من ساکن، این چنین ساکن روان که منم. بحر من غرقه گشت هم در خویش، بوالعجب بحر بیکران که منم. این جهان وان جهان مرا مطلب، که این دو گم شد در آن جهان که منم. فارغ از سودم و زیان چو عدم، طرفه بی سود و بی زیان که منم. گفتم ای جان تو عین مایی، گفت عین چه بود در این عیان که منم.
گفتم آنی به گفت های خموش، در زبان نامده است آن که منم. گفتم من در زبان چو در نامد، اینت گویای بی زبان که منم. می شدم در فنا چو مه بی پا، اینت بی پای پادوان که منم. بانگ آمد چه می دوی، بنگر در چنین ظاهر نهان که منم. شمس تبریز را چو دیدم من، نادر بحر و گنج و کان که منم. چه بی رنگ و بی نشان که منم، کی ببینم مرا چنان که منم. گفتی اسرار در میان آور، کو میان اندر این میان که منم. کی شود این روان من ساکن، این چنین ساکن روان که منم. بحر من غرقه گشت هم در خویش، بوالعجب بحر بیکران که منم. این جهان وان جهان مرا مطلب، کین دو گم شد در آن جهان که منم. فارغ از سودم و زیان چو عدم، طرفه بی سود و بی زیان که منم. گفتم ای جان تو عین مایی، خب دوستان، امیدوارم که از این قطعه هم لذت برده باشید، امیدوارم که خیلی خسته نشده باشید. یه تصمیمی گرفتم، گفتم اگر شما مایل باشید و مد نظرتون باشه، ما برای انتهای برنامه که الان یه 10-15 دقیقه مونده، هر شب از 1001 شب یه قصه رو براتون اجرا میکنیم. دارم تلاش میکنم که قصه سیاه‌پوش رو از 1001 شب براتون انتخاب کنم، قصر سیاه‌پوشان، و بسیار این
قصه زیباییه و امیدوارم که بتونم پیداش کنم. اگر پیداش بکنم اونو براتون میذارم و شما اگر چیز دیگه هم مد نظرتون بود حتما بفرمایید. من همیشه سعی میکنم آخر برنامه‌مون رو، انتهای برنامه رادیوییمون رو حتما با یکی از قصه های 1001 شب تموم کنیم برای دوستانی که مایل هستن و شما حتما برای ما اگر نظری دارید بفرمایید. این قصر سیاه‌پوشان، اگر این قصر سیاه‌پوشان رو پیدا کنیم، یکی از به نظر من یکی از زیباترین کارهای هنری که در فرهنگ ایرانی هست، افسانه شهر سیاه‌پوشان، و امیدوارم که این خوب باشه. یه دونه ساوند کلاب گذاشته با صدای عبدالکریم سروش، اینو من خودم گوش کردم و قشنگه. اینو سعی می‌کنم براتون بذارم، حالا ببینیم که چی میشه. ساوند کلاب رو نمیدونم آیا میشه پلی کرد یا نه. من تست میکنم ببینیم چی میشه. دانلود داره یا میشه ازش چند لحظه بشنویم ببینیم آیا میشه یا نه. من باید اینو دانلودش کنم. من اینو براتون دانلود میکنم و به عنوان حسن خطاب برنامه تقدیمتون میکنیم. خیلی سپاسگزارم از اینکه محبت کردید و برای اولین برنامه زنده‌مون تشریف آوردید. اینجا ما بزنیم این اطلاعات رو وارد کنیم. من پیشنهادم اینه که تا من اینو پیدا کنم شما ادامه شعرخوانی رو بشنوید تا من باز بیام در خدمت شما هستم. یار مرا قار مرا عشق جگرخوار مرا، یار تویی قار تویی خواجه نگهدار مرا. نوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی، سینه مشروح تویی پردر اسرار مرا. نور تویی سور تویی دولت منصور تویی، مرغ که تور تویی خسته به منقار مرا. قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی، قند تویی زهر تویی بیش میازار مرا. حجره خورشید تویی خانه ناهید تویی، روزه امید تویی راه ده یار مرا. روز تویی روز تویی حاصل دریوزه تویی، آب تویی کوزه تویی آب ده یار مرا. دانه تویی دام تویی باده تویی جام تویی، پخته تویی خام تویی خام به مگذار مرا. این تن اگر کم تندی راه دلم کم زندی، راه شدی تا نبودی این همه گفتار مرا.
بسیار خوب دوستان عزیز، همراهان گرامی، ممنونم از اینکه به رادیو خودتون توجه کردید، رادیو صدای ایرانیان عمان. من تلاشم این هستش که بتونیم انشالله یک برنامه خوبی رو خدمت شما تقدیم کنیم. که دوستان سوالی داشتن، من این رو هم جواب بدم که ببینیم چه هست و چه نیست. میگن که ما پخشنده‌مون قطع شده. من اینجا درست میگن چک کنم ببینیم این قطع شده یا نه. من این رو چک میکنم. روز اول هست دوستان، ما رو ببخشید اگر ایراد فنی هست. من حتما اینو همه رو رفع میکنم. فعلا شما رو خدای بزرگ میسپارم و امیدوارم که همیشه خوب و خوش و سلامت باشید. من در آینده نزدیک که دقیقاً فردا شب ساعت 8 شب میشه، آینده نزدیک ما فردا 8 شبه. تمام تلاشون هست که تعداد برنامه ها و ساعت پخش رو افزایش بدیم. شما با ما کمک کنید انشالله بتونیم این تعداد برنامه ها و ساعت پخش رو افزایش بدیم و این رو توسعه بدیم. حتما خاطرتون جمع باشه که من هر روز براتون ساعت 8 شب برنامه دارم. یه سوتی هم دادم کسی نگرفته، خودم فهمیدم، خودم میگم آقا این قصه قصر سیاه‌پوشان مال 1001 شب نیست، مال 7 پیکر نظامیه. یا خدا، من هم چه اشتباهی کردم، از همتون عذرخواهی میکنم. پس ما 7 پیکر نظامی رو شروع میکنیم و برنامه‌اش رو اجرا میکنیم. من این قصه سیاه‌پوشان رو حتما دوست دارم پخش کنم امشب بعد از حرفای زیادی که من زدم. قصه سیاه‌پوشان رو براتون هر جا شده دانلود میکنم و میذارم که بشنوید، حتما لذت ببرید. و دوستان عزیز بریم یه موسیقی بی کلام کوتاه در دقیقه 2 دقیقه بشنویم. توی فاصله من سریع دانلود کنم و براتون بذارم گوش کنید. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خیلی ممنونم از هر تک تک دوستانی که لطف کردن لایو تاش بردن و عنوان شنونده برنامه بودن. به ما انرژی مثبت بدید، ما رو تقویت کنید و این دری که باز شده، این پنجره‌ای که باز شده برای ارتباط با ایرانی ها با هم در عمان انشالله باز بمونه. از خدا میخوام که اولین برنامه ما آخرین برنامه‌مون نباشه و انشالله این ادامه پیدا کنه. از تک تکتون سپاسگزارم. روی ماه همه اونایی که امکان پذیره که ببوسم از دور میبوزم، اونایی هم که نمیشه بهشون سلام میرسونم. مواظب خودتون باشید. بریم برای موسیقی بی کلام و ببینیم چی میشه. شب بخیر، خدا نگهدار. داداش بعد اون $2200 من براتون ویزاتون رو میگیرم. بذارید دوستان من جوابشو بدم.
ما معمولا قصه یعنی لیلی و مجنون رو خسرو شیرین نظامی رو میدونیم، اما بالاتر از او 7 پیکر است که 7 داستان در آنجاست. خب قصه بهرام گور است و که به هر حال نهایتا پادشاه شد، ولی دیگه نمیریم توی مقدمات و جزئیات کار. ایشون پادشاه شد و با قلدری تمام دستور داد که دختران پادشاهان دیگر رو برای ایشون بیارن، دختر خاقان چین رو، پادشاه مصر رو، پادشاه. ما معمولا قصه یعنی لیلی و مجنون رو خسرو شیرین نظامی رو میدونیم، اما بالاتر از او 7 پیکر است که 7 داستان در آنجاست. خب قصه بهرام گور است و که به هر حال نهایتا پادشاه شد، ولی دیگه نمیریم توی مقدمات و جزئیات کار. ایشون پادشاه شد و با قلدری تمام دستور داد که دختران پادشاهان دیگر رو برای ایشون بیارن، دختر خاقان چین رو، پادشاه مصر رو، پادشاه روم رو، اینجا رو اونجا رو. 7 تا از این دخترها رو خواست و اون پادشاهان دیگر هم که زیر دست او بودن اجابت کردند و اطاعت کردند و دخترانشون رو برای ایشون فرستادن. به قول نظامی شیرمردی جوان و 7 عروس برای خودش اینها رو فراهم کرد. 7 تا قصر ساخت به رنگ‌های مختلف، رنگ سیاه، رنگ زرد، رنگ سرخ، و در این 7 قصر هر روز هفته رو در یکی از اینها سپری می‌کرد و هر شبم با یکی از دختران این ملوک به سر می‌برد. اولین داستان مربوط به قصر سیاه است که من براتون میخوام بگم و دقیقاً به همین اسطوره ها اشاره داره، به همین اسطوره فراق. قصه کمی هم اروتیکه، من معذرت میخوام، ولی کسانی که شعرهای مولوی رو میخونن که به اون درجه از اروتیسیتی هست دیگه زبان عفیف نظامی نباید اونها رو بیازارد. نظامی فوق العاده زبان عفیفی داره. باری داستان اینه، چون هر دختری در اون قصر که با پادشاه میخفت قبلا باید یه قصه میگفت برای پادشاه تا دل پادشاه رو به دست بیاره و بعد در کنار هم بخسبند. در قصر سیاه دختر پادشاه هند بود که خودش هم تا حدودی سیاه چرده بود و داستانی این چنین گفت و از شرم در زمین میدید، زان کس نگفت و کس نشنید. از فرط شرم نگاه به پایین میکرد و قصه میگفت. گفت که من در قصر پدر خودم که بودم در اونجا یه خانمی می آمد و می رفت که سراپا سیاه پوش بود. داستان اینجوری اصلا شروع میشه. به تمام رمزهای قصه شما نگاه کنید. خانمی رفت و آمد داشت، کنیزی بود، خانمی بود در قصر می آمد و می رفت که زکت بانوان قصر بهشت بود. زاهد زنی لطیف سرشت، آمدی در سرای شه، هر ماه سر به سر کسوتش حریر سیاه، ابریشم سیاه. باز گفتن که از چه ترس و چه بیم، در سوادی تو ای سبیکه سیم. ازش پرسیدن که شما چرا سیاه پوشی؟ وقتی که اصرار کردن که داستانش رو بگه، وقت زبانش باز شد. گفت من کنیز فلان ملک بودم که از او گرچه مرد خوشنودم. ملکی بود کامکار و بزرگ، ایمنی داد میش را با گرگ. فلک از طالع خروشانش، خوانده شاه سیاه پوشانش. من کنیز یه پادشاهی بودم که اون پادشاه سیاه پوش بود. و قصه سیاه پوشیش هم این بود که ملکی بود کامکار و بزرگ، ایمنی داد میش را با گرگ. بسیار عادل بود و امنیت همه جا برقرار کرده بود. فلک از طالع خروشانش داده نام سیاه پوشانش. گفت این پادشاه قبل از اینکه سیاه پوش بشه در دوران پادشاهی خودش یک رسم خوبی داشت و اون که میهمانخانه ای مهیا داشت که سرا روی در ثریا داشت. میهمانخانه ای داشت در مملکت خودش و رسمش این بود غریبان، مسافرانی که از راه می رسیدن اینها رو به این میهمانخانه می آورد. هر که آمد لگامگیر شدن، به خودش میهمان پذیر شدن
و رسمش این بود، مدتها این چنین بود و یک مرتبه همچون سیمرغ پر کشید از ما و گشت ناپدید از ما. یه مرتبه دیدیم غیبش زد این جناب پادشاه و رفت و مدتها ناپدید شد تا ناگهان روزی از عنایت بخت آمد آن کامکار بر سر تخت. از کلاه و لباس و پیراهنش پای تا سر سیاه بود تنش. رفت و وقتی برگشت کاملا سیاه پوش شده بود. به این رمزهای قصه خوب توجه بکنید. میگوید که خب من کنیز این پادشاه بودم، همچنان بودم و ندیمش بودم، با او بودم، روز بودم، شب بودم و شبی از مشفقی و دلداری کردم آن قبله را پرستاری. سر نهاد او به پای من از مهر، گله می کرد از اختران سپهر. کاسمان بین چه ترک تازی کرد، با چو من خسروی چه بازی کرد. گله می کرد از اختران سپهر. گفت من دیدم فرصت مناسبی است، پاسخ شاه را سگالیدم، روی در پای شاه مالیدم. التماس کردم، گفتم که باز پرسیدن حدیث نهفت، هم تو دانی و هم توانی گفت. گفتم که خواهش میکنم که شما قصه خودت رو برای ما بگو. هیچ کس جز تو این قصه رو نمیداند و نمیتونه بگه. چرا سیاه‌پوش شدی؟ چرا رفتی؟ چی شد که برگشتی؟ خب زبانش باز شد. گفت چون من در این جهانداری خو گرفتم به میهمانداری. روزی آمد غریبی از سر راه، کفش و دستار و جامه هر سه سیاه. حالا اون سیاهی به یه سیاهی دیگه منتقل شد. یک مسافری از راه رسید، همه لباسش سیاه بود، کفشاش هم سیاه بود، کلاش هم سیاه بود. گفتم ای من نخوانده نامه تو، سیاه از بهر چیست جامه تو؟ گفت بگذار از این سخن بگذر، که ز سیمرغ کس نداد خبر. گفتمش بازگو بهانه مگیر، خبرم ده ز قیروان و ز قیر. چون ز حد رفت خواستاری من، شرمش آمد ز بیقراری من. اینقدر اصرار کردم که دیگه خجل شد. گفت باشه میگم. گفت شهری است در ولایت چین، شهری آراسته چو خلد برین. آن چه در سرنبشت این سلب است، سلب با سین یعنی جامه. آن چه در سرنبشت این سلب است، گرچه ناخوانده قصه ای عجب است. این سخن گفت و رخت بر خرب است، آرزوی مرا در آن درب است. قصه گو رفت و قصه ناپیدا، بیم آن بود که من شوم شیدا. رفت. گفت مدتها من جستجو کردم که این شهر کجاست، این مردمش کیان، چجوریان. چند از این قصه جستجو کردم، به دقیق از هر سوی فرو کردم. باز پرسیدم آشکار و نهفت، خبر کردن چه بود نگفت. حالا روزگار رو ببینید. میگه وقتی که نتونستم راز این جامعه سیاه رو بفهمم و از اون ولایت چین هم کسی به من خبر نداد، عاقبت سلطنت رها کردم، خیشی از خانه پادشاه کردم. یکی از اقوام قوم خویشامو گذاشتم روی تخت، گفتم شما پادشاهی کن تا من برم و برگردم. من یاد این کاسبای قدیم میافتم که مثلا که 2 دقیقه میگم من برم توالت، شما این شاگردش گفت شما فعلا در مغازه باش. پادشاهی گفت یه نفر از اقوامونو گفتم شما حالا به تخت سلطنت بشین، ما بریم و برگردیم. گفت رفتم. بالاخره از این طرف از اون طرف پرسیدم، بالاخره اون شهر چین رو پیدا کردم. وارد اون شهر چین شدم، دیدم همه سیاه پوشن، از دم همشون سیاه پوشن و این طرف اون طرف ناشناس. با خودم هم پول بسیار، گنج و جواهرات فراوان برده بودم، شاید لازم من بشه. غلامانی رو هم با خودم برده بودم. رفتم جایی گرفتم، منزلی اینا و رخت نهادم. روزا میرفتم تو خیابون بازار نگاه میکردم تا یه قصابی که ازش خرید میکردم به نظرم اومدش که مرد خوبیه. چون نظر ساختم زهر بابی، دیدم آزاده مرد قصابی. از نکویی و نیکرایی او، راه بردم به آشنایی او. شما باز به این رمز قصابم بعد اینجا توجه بکنید که چطور شد یه قصاب اینجا اومد پای کار، در حالی که خب قصاب معمولاً توی ادبیات ما وصف خوبی و خوشایندی نداره. شعر سعدی یادتونه، به تمنای گوشت مردن به که تقاضای زشت قصابان. ترک احسان خواجه اولاتر که احتمال جفای بوابان. به هر حال دیدم آزاده مرد قصابی و رفتم
و با این رفیق شدم. دادمش نقدهای رو تازه، چیزهایی فرونز اندازه. همینطور پول میدادم به این، هدیه میبردم، تحفه میبردم، کادو میبردم، همه جور چیز. گفت تا یه روز این منو به خونش مهمان کرد و خلاصش به من گفت که من پیش شما شرمندم، خجلم، ولی در این حال مشکوکم. برای چی اینقدر به من پول میدی، تحفه میدی؟ تو کی هستی؟ ما کجا پسر خاله ایم، دختر خاله ایم، ما همدیگر نمیشناسیم. من که قانع شدم به اندک سود این همه دادنم ز بهر چه بود؟ این همه پول برای چی به من میدی؟ میگه من اونجا رازمو بهش گفتم ببین، باز گفتم به دو حکایت خیش، قصه شاهی و ولایت خیش، تا بدانم که هر که این شهرند، چه سبب که از نشاط بی بهرند. بی مصیبت به غم چرا کوشند، جامه های سیاه چرا پوشند. من اومدم اینو بفهمم. ایناره که گفتم جناب قصابم که نمکگیر من شده بود و سر فرو انداخت و به فکر فرو رفت و بعد سرش رو بلند کرد و گفت پرسیدی آنچه نیست ثواب، دهمت آنچنان که هست جواب. گفت سوال خوبی نکردی، اما چون مدیون تو هم و نمکگیر تو هم دیگه ناچار جواب تو میدم. پشو بریم بهت بگم. شب شد، همه جا تاریک. ما آمدیم که چون پریز آدمی برید مرا، سوی ویرانه ای کشید مرا. منو برد به خرابه ای و سبدی بود در رسن بسته، رفت و آورد پیشم آهسته. یه سبدی بود و برد و گفت یک دم در این سبد بنشین، جلوه ای کن بر آسمان و زمین، تا بدانی که هر که مدهوش است از چه معنا چنین سیاه پوش است. بشین توی سبد میفهمین قصه چی. میگه من همین که توی این سبد نشستم، چون تنم در سبد نوا بگرفت، سبدم مرغ شد هوا بگرفت. یه دفعه دیدم پر در آورد این سبد و رفت بالا. منتها یه رسنی به او بود، رسنی بود در سبدی بود در رسن بسته، رسنی بود که این به یه میله‌ای وصل بود و گفت سبد رفت بالا میان زمین آسان، ارتفاع بسیار بلندی که من از زمین دور شدم و یه مرتبه سبد بالای اون میله وسط آسمان زمین وایساد. جرأت نداشتم به بالا نگاه کنم، جرأت نداشتم به پایین نگاه کنم. بسیار موقعیت بد و هولناکی داشتم. 100 بار در دل خودم لعنت کردم که مرد این چه کاری بود، سلطنت رو ول کردی، اومدی خودتو به چه روزگاری انداختی. در این احوال بودم که یک مرتبه یک مرغ خیلی پرنده قوی الهیکل عظیم الجثه اومد و بالای این میله نشست. پرش رو تکان میداد، از پرش مشک میریخت، جواهر میریخت. بعد یه مرتبه پراش رو که جمع کرد بره، الهامی به من افتاد که پای اینو بگیر و بلند شد. دست بردم به اعتماد خدایوان قوی، پنجه را گرفتم پای، این پر زد و مرا هم با خودش برد و توی آسمان کم کم به یه نقطه‌ای رسید که زیر پام می‌دیدم که مرغزار چمنزار بسیار جای عالیست، مثل بهشته. دقیقاً توصیفی که نظامی میکنه از اونجا درست همون یه بهشت دیگری است. مرغ اومد پایین و منم پریدم پایین و روی زمین. بسیار جای خرمی بود، هوای خوشی داشت، بوی خوشی می آمد. من خسته بودم، سرم گذاشتم زمین و سر خوابیدم و کم کم غروب شد. هوا تاریک شد و همونطور که نشسته بودم دیدم از دور دارن هزاران حوریان با مشعل‌هایی که در دست داشتن میان جلو. همینطور آن کنیزان به رسم پیشینه، سیب در دست و نار در سینه. میگه همه اومدن جلو و فرش انداختند و تخت زدند، راه صبرم زدند و سخت زدند. اومدن فرش انداختن، جارو کردن، تخت زدن، خیلی بساطی آراستن. همه این زیبارویان با اون شمع‌هایی که در دست داشتن ایستادن. یک مرتبه چیز عجبتر، آفتابی پدید گشت از دور، کاسمان ناپدید گشت از نور. دیگه این بانوی بانوان اومد، اون کسی که سر حلقه و سرکرده و امیر این حوریان بود. آمد که زیباروتر از همه اینها بود. رفت و بر تخت نشست و این حوریان هم به دور او همه به احترام ایستاده بودند. بعد میگفت چون زمانی گذشت سر برداشت.
گفت با خادمی که در بر داشت، گفت به او که از مردمان خاک سرشت می نماید که شخصی اینجا هست. گفت گویا یه نفر از خاکیان اومده اینجا توی آسمان. اون پریزاده در زمان برخاست، چون پری می پرید از چپ و راست، میگفت اونم زودی بلند شد و این برابر میگشت و چون مرا دید ماند از آن به شگفت، دستگیرانه دست من بگرفت، گفت برخیز تا رویم چو دود، بانوی بانوان چنین فرمود. گفت یالا بیا بریم. ایشون حکم کردن که بریم خدمت ایشان. مرا برد و نزد بانوی بانوان که روی تخت نشسته بود. گفت من سر خم کردم، به سجده افتادم. گفت نه برخیز، جای تو نیست، پایه بندگی سزای تو نیست، بیا اینجا پیش خودم بشین. دست منو گرفت و برد روی تخت پیش خودش نشست و خب کنیزکان به رقصیدن و به رامشگری و اینا پرداختند و دستور غذا داد و طبقها و سینی‌های غذا، می، شراب، همه چی آوردن. و خب مدتی که گذشت و این می شراب در سر منم اثر کرد، خورده دیگه شروع کردم به دست درازی کردن به این بانوی بانوان که در کنار من نشسته بود. چند باری هی تعرضی کردم، هی نزدیکتر شدم، هی خواستم از او بوسه‌ای بربایم. به من گفت ببین امشب به بوسه قانع باش، اینقدر رنگ آسمان متراش. گفت خیلی فضولی نکن، زیاده طلبی نکن، همین مقدار که به تو اجازه میدم بیا جلو، بیشتر از اون اجازه نه. اما چون به دنجا رسی که نتوانی، که از طبیعت انان بگردانی، اگر دیگه خیلی این تمایل در تو قوی میشه، زین کنیزان که هر یکی ماهیست، شب عشاق را سحرگاهیست، حکم کن تازه خود کنم خالی، زیر حکم تو آورم حالی. گفت اگر دیگه خیلی تمایلت افزون شد، هر کدوم از این کنیزا رو میخوای انتخاب کن، من در اختیار تو میگذارم و میاد و هم سر و هم بستر تو میشه. قصه بلند است دیگه، منم کوتاهش میکنم و باید ما به نتیجه برسیم. خلاصش پاره‌هایش هم من بعد فاکتور بگیرم. anyway میگفت که خلاصش 29 شب بدین دل افروزی، بود بازار من بدین تیزی، اول شب نظارگاه هم نور، آخر شب هم آشیانم هور. 29 شب اینطوری بود، اول شب نظارگاه هم نور تا شد شب سیوم. شب سیوم و دوباره به همین شیوه آمدند و تخت زدند و منم کنار بانوی بانوان نشستم ولی این بار دیگه بی صبر بودم، دیگه بی تاب بودم و دیگه خواستار خود این بانوی بانوان بودم. گفت اینقدر رنگ آسمان متراش، صبر کردن شبی محالی نیست، آخر امشب شبی سالی نیست. هی به من توصیه میکرد، در صبوری از آن نواله نوش مهل میخواست، من نکردم گوش، بختم از دور گفت که ای نادان، لیس قریه وراء عبادان، من خام از زیادت اندیشی، در کمی اوفتادم از بیشی. لیس قریه وراء عبادان یعنی از آبادان اون طرفتر دیگه دهی نیست زان سوتر ز عبادان دهی. این مثالی بود در گذشته میزدن، یعنی بالاتر از سیاهی رنگی نیست. میگه بخت من به من میگفت دیگه معطل چی هستی، دیگه بالاتر از سیاهی که رنگی نیست، من خام از زیادت اندیشی، در کمی اوفتادم از بیشی. حالا ببخشید دیگه من یک دو بیت دیگه بعد بخونم تا این قصه معنی خودش رو بده. تا به دانجا رسید که از چستی، دادم آن بند بسته را سستی. دیگه داشتم جامعش رو باز میکردم، دیگه دید خیلی دارم فضولی میکنم. گفت یک لحظه دیده را در بند، تا گشایم در خزانه قند. من به شیرینی بهانه او، دیده در بستم از خزانه او. چون گفت چشتو ببند، خیلی من برهنه میشم برات، اشکالی نداره. من به شیرینی بهانه او، دیده در بستم از خزانه او. چون یکی لحظه مهلتش دادم، گفت بگشای دیده، بگشادم. کردم آهنگ بر امید شکار، تا درآرم عروس را به کنار. پریدم دیگه، چون که نیکو به گرد خود دیدم، خیشتن را در آن سبد دیدم. یه مرتبه تا چشام واکندم من تو همون سبدم. هیچ کس
گرد من نه از زن و مرد، مونسم با آه گرم و بادی سرد. بخت چون از بهانه سیر آمد، سبدم زن ستون به زیر آمد. دیدم دوباره در اون ویرانم و در همون سبدم دیدم که جناب قصابم اونجا وایساده، اومد و بند رسن رو باز کرد و من رو از سبد بیرون آمد و گفت اگر گفتمی تو را 100 بار، باورت نامدی حقیقت کار. این قصه تا خودت نمی رفتی و نمی دیدید، بهش گفتم برو یه دست لباس سیاه برای من بیار، منم بپوشم. منم سیاه پوش شدم و برگشتم. من توضیح و تفسیر این قصه رو به شما واگذار میکنم، پر از رمز و رموزه. خلاصه مطلب این است اون شهر چین همین آدمیانند، همه جهانند، همشون در فراق سیاه پوشند، همشون از اون نیستان آمدند و هر کسی که اونجا رو ببینه سیاه پوش میشه. هر کسی که یه دوره وصالی رو طی کنه سیاه پوش میشه. ولی در عین حال نشانهایی هم توشه که چرا ما به فراق مبتلا. من خام از زیادت اندیشی، در کمی افتادم از بیشی. زیادت طلبی کردم و خامی کردم و قدر اون موقعیت رو ندانستم. همه چیز برام فراهم بود، خزانه قند به تعبیر او، زندگی در بهشت، حوریان، کنیزکان، بانوی بانوان، همه تنعمات و تلذذات، ولی مبتلا به فراق شدم. یکی از معانی که به نظر من مولانا در همین نیستان و در این شکایت از فراق داره چیزی شبیه اینه. رمزی که در این داستان قصر سیاه پوشان نظامی هست کم و بیش در همین حدود است و به همین سبب به گمان من نه تنها این داستان، تمام داستان‌هایی که در 7 پیکر نظامی است قابل تأمله، اما این یکی به روشنی سرنوشت و سرگذشت ما رو نشان میده که از کجا به کجا رسیده ایم و چگونه اون وحدت ما بدل به کثرت شده است. اونجایی که با همه بودیم، به قول مولانا مفترق شد آفتاب جانها، در میان روزن ابدانها آمدیم، متکثر شدیم، فراوان شدیم. یعنی نه تنها هبوط کردیم بلکه به کثرت هم مبتلا شدیم. وقتی که دوباره صعود میکنیم و از این هبوط و از این افت خارج میشیم، البته اینا هیچ کدوم زمانی نیست، معرفتی و علمی و از طریق آگاهی است. دوباره به وحدت میرسیم، دوباره به وصال میرسیم. اون آگاهی هم از طریق علم آموزی نیست، این برای اینکه اون حجاب حیرت و اون سحاب احتجاب بدرد، از طریق ورزیدن است، یعنی عمل کردن و ورزش کردن و سلوک کردن تا اینکه بدرد. و با این شعر مولانا ختم کنم، گفت کشف این نز عقل کار افزا شود، بندگی کن تا تو را پیدا شود. و السلام علیکم.